ایت از هنیزم حالتون چطوره؟ توی این ویدیو قراره با هم دیگه پک لبوبو رو تست کنیم. پک لبوبو توسط خودم ساخته شده و روی یه دونه پک دیگه ادیت شده، یعنی راشتم یه دونه پک رو دانلود کردم از یه جایی و رفتم و روش ادیت زدم، رفتم با فتوشاپ روش انجام دادم و اونا رو تهیه کردم. این سورشه، سور چوبیشه که عکس لبوبو روش داره. اینو خود 2000 years later. شاید اصلا نشه اینو بهتون معرفی کنم، ولی یارو بولی شد، منم بولی شده، همه رو فاینال داد یارو. پک توسط منده البته ادیت خورده و بریم اول بهتون نشون بدم. اینجا بریم تو آیتم شاپش و این گلدن اپلشه، اینم که فایربالشه. بذار همه روزه یه ذره چیز میز بگیرم بعد واسه بعد بهتونشون ماشون دیسکانکتم. بودو نوب سگ، برو کنار یه سگ پلشت. تا نیومدم آجی من برم سریعتر اینا رو اوکیشون کنم، بهشون رو بزنن دیگه هیچ غلطی دیگه نمیتونم بکنم. یه دونه میوین مفت همینجا گرفتیم، برو گمشون ور، برو دیگه علی پروین. ببین بچه این فایوالشه که اینجوری میره که اگه شکلشو ببینید شکل یک لبوبوی سیبیه، سیبی. اینم که سورد دایموندیشه، باشه آبیه یه لبوبوی خوشگلم جوز برو موادی دیوانه. اندرپلو گرفتم، یه بار میخواستم برم توی بده رد، توی این بده بلو بگیرم و این اسکول پلشت نذاشت و هی کل میریخت. خب هنوزم داره کل میریزه ما ای کسا فراموش نشه و تا یه ویدیو دیگه. خدافظ.